بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و سروران عزیز، امشب قصد دارم یک دعای بسیار زیبا، دعای بسیار پرمعنا و دعایی که همه ما به آن محتاج هستیم و دعا خیلی مختصر و مفیده. این رو به عنوان یک هدیه به شما تقدیم می کنم. این دعا برای کسانی که تنگی روزی دارن، کسانی که تنگ دست هستن، کسانی که مشکلات کسب و کار و درآمد و رزق و روزی دارن، کسانی که سختی در زندگیشون، فقر اومده در خانهشون، دستشون تنگه، خصوصا اینها این دعا رو ازبر کنید و با یقین این دعا رو بخونید. مطمئن باشید که این دعا معجزه میکنه و خیالتون هم راحت باشه. دعا حدیثش صحیحه. من خودم قبلا سالها پیش این دعا رو ازبر کرده بودم و میخوندم، اما بدون یقین، بدون اینکه به معناش توجه بکنم، بدون اینکه من با نیت و با یقین خالص بخونم. همینطوری میخوندم به عنوان دعاهای دیگه که از پیامبر صلی الله علیه و آله ازبر کرده بودم و میخوندم. اما اخیراً یکی از دوستان عرب برام یک فایل صوتی فرستاد و این حدیث برام فرستاد. برام خیلی جالب بود که این دعا خیلی دعای عجیبیه، دعایی که پیامبر صلی الله علیه و آله خونده در وقت تنگ دستی و الله سبحانه و تعالی فی الحال دعاش قبول کرده و مشکل تنگ دستی پیامبر صلی الله علیه و آله رو برطرف کرده. و ما همه اینو میدونیم که دعایی که رسول الله صلی الله علیه و آله دعا کرده از زبان مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله اون دعا خارج شده و قبول شده. اون دعا درش برکات و اثراتی است که بقیه دعاها نیست. ابتدا ببینید این روایت که روایتش هم الحمدلله صحیحه، خیالتون راحت باشه. حدیثش سندش صحیح هست و هیچ غباری بر آن نیست. عبدالله بن مسعود میگه که پیامبر صلی الله علیه وسلم یک مهمانی براش اومد. بعد برای اینکه از مهمان پذیرایی بکنه فرستاد پیش زنهاش تا هر غذایی که دارن به عنوان برای مهمان، به عنوان به قول معروف مهمان نوازی یا پذیرایی از مهمان بفرستن برای پیامبر صلی الله علیه و آله. خونه هر کدام از زنهاش که رفتن هیچی در خونه نداشتن. الله اکبر، الله اکبر. محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، پیامبر ما، رسول الله صلی الله علیه و سلم، محبوب رب العالمین، سرور انبیا و امام الانبیا و المرسلین، تو خونهش چیزی برای خوردن نداره. لا اله الا الله. هر کدوم از اون همسرانش گفتن که ما چیزی برای خوردن نداریم امروز یا رسول الله. بعد از آن رسول الله صلی الله علیه وسلم نمیخواست در جلو مهمان شرمنده بشه و چون میدونه که مهمان خیلی قدر و منزلت داره، این دعا را کردن. خوب به این دعا گوش کنید، این دعا را ازبر بکنید. من متنش هم میفرستم. اللهم اینی اسألك من فضلك و رحمتك فإنه لا يملكها الا انت. الله اکبر، چقدر این دعا بزرگه. بار اله، من از تو میخواهم، از فضل تو و رحمت تو، چون هیچ کس به جز تو مالک آن نیست. الله اکبر. بلا فاصله بعد از این دعا برای پیامبر صلی الله علیه و آله یک گوسفندی کباب شده، گوسفند کامل، فاهدیت الیه شات مصلیه ای مشویه. راوی میگه یک گوسفند کباب شده هدیه برای پیامبر آورده شد. پیامبر فرمود هذا من فضل الله، این از فضل الله هست و نحن ننتظر الرحمه، ما هنوز منتظر رحمتش هستیم. دعا دو قسمت، سه قسمت در این دعا است، سه چیز. اللهم اینی اسألک من فضلک، از فضل الله طلب کردی، و رحمتک، و رحمت تو، و قسمت سوم ثنای الله و نفی ما سوای الله، فانه لا یملکها الا انت، چون غیر از تو هیچ کس مالک این دو چیز نیست، فضل و رحمت الله. بلا فاصله الله سبحانه و تعالی او را بی‌نیاز کرد. هر کسی این دعا بخونه الله دعاش قبول میکنه. کسانی بودن که این دعا را خوندن. این شیخی که فایلش من الان گوش کردم خودش داره صحبت میکنه تاریخ 1440 در ماه محرم 1440 هجری قمری، همین
2 ماه قبل. راوی داره تعریف میکنه، پیش شیخ نشسته تو مسجد، میگه اومد برای من تعریف کرد، گفت من مشکلات داشتم، تنگ دستی داشتم که فقط الله میدونست که من چقدر دستم تنگ بود. رفتم پیش خواهرم، درد دل کردم با خواهرم، چون خواهرم از چهره من فهمید، گفت که حال روزت چندان خوب نیست، مشکلی داری؟ گفت بله من خیلی دستم تنگه، نمیدونم چیکار بکنم، فشار روم زیاده، مشکلات زیاده، مشکلات دنیوی و مادی زیاده. خواهرش گفت که من یک دعایی به تو یاد میدم که این دعا را من خوندم مشکل من حل شده و به یکی از خواهرانم یاد دادم مشکل اونم حل شده، تو هم بخون یقین بدون که این دعا مشکل تو رو حل میکنه. میگه اون دعا را به من یاد داد، همین دعا، اللهم انی اسألك من فضلك و رحمتك فانه لا یملکها الا انت. گفت من این دعا را از بر کردم و دعا را خوندم با اخلاص، با یقین، با تضرع، با امید به رحمت الله. میگه قسم به الله، قسم به الله 24 ساعت نگذشت که الله سبحانه و تعالی مرا بینیاز کرد و دروازه خیر روزی روی من گشود، هنوز که هنوز ادامه داره. الله اکبر، هذا فضلنا، هذا عطاؤنا. الله میفرماید هذا عطاؤنا، این عطای ماست. فضل الله اگر شامل حال کسی بشه، این فضل دیگه انتهایی نداره. رحمت الله اگر شامل بشه دیگه انتهایی نداره، تا روز قیامت با شماست، تا تو بهشت. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود نحن ننتظر الرحمه، ما منتظر رحمتش هستیم، در دنیا هم در آخرت رحمت الله سبحانه و تعالی. خواهران من، برادران من، کسانی که دچار مشکلاتی هستند، تنگ دست هستند، کسانی که در کشورهای خلیجی، کشورهای عربی، در خارج از کشورشون مشکل ویزا دارن، مشکل جریمه دارن، مشکل هر مشکلی دارن، بار سنگین مخارج زندگی اونها را، کمرشون را خم کرده، پشتشان را خمیده کرده، این دعا را در سجدهاتون بخونید و با یقین بخونید، با یقین، شک نکنید، یقین بکنید که الله سبحانه و تعالی که دعای رسول الله را قبول کرده، دعای منم قبول میکنه. من محتاجم، من فقیرم، اون پیامبر خداوند بوده، با این وجود من خیلی نیازمندترم، چون بنده فقیر و گناهکاری هستم. این دعا را بخونید، از بر بکنید و با یقین بهش عمل بکنید و با یقین بخونید، با یقین. برادران خواهران من، وقتی میگن یقین یعنی با شک و تردید نباشه، با گمان خوب به الله که الله مرا از فضل رحمتش بی‌نیاز میکنه از دیگران. مطمئن باشید، یقین بکنید که الله دعای شما را قبول میکنه. ببینید الله چگونه دروازه خیر و برکات و رزق روزی روی شما باز میکنه. امیدوارم که این دعا برای همه ما برکتی باشه، خیر باشه. از بر بکنید، خودتون، به بچه‌هاتون، به خانواده‌تون، به دوستانتون برسانید، این پیام رو پخش بکنید تا به دست همه برادران مسلمان و خواهران ما در همه جای دنیا برسه، تا از این خیر و برکاتی که در گنجینه نبوت هست و ما ازش محروم هستیم، ما هم بهره مند بشیم و این دعا را استفاده بکنیم در دنیا و در آخرتمون بهره ببریم. الله جزای خیر بده به هر کسی که این فایل های سخنرانی رو پخش میکنه و تا سبب خیر و برکت و نشر علم و دین برای همه مردم باشه. الله از ما و شما دعامون قبول بکنه و ما را از فضل کرمش از همه ماسوای خود بی‌نیاز بکنه. اللهم انا نسألك من فضلك و رحمتك فانه لا یملکها الا انت. من دارم صیغه جمع بخونم چون همه شما را در این دعا شریک کردم. اما خودتون برای خودتون بخونید. اللهم انی اسألك من فضلك و رحمتك فانه لا یملکها الا انت. ترجمه‌اش هم که قبلا گفتم. الله از ما و شما قبول بکنه. آمین و الحمدلله.